سلام، غلام حسینم. به نام خدا. در این کلیپ انشاءالله میخواهم به 3 سوال اساسی جواب دهم. 1. آیا خلافت حضرت علی به دستور خدا و به واسطه رسول خدا به مردم ابلاغ شد؟ 2. آیا ولایت حضرت علی بر مردم از طرف رسول خدا و به دستور خدا ابلاغ شد؟ 3. چرا حضرت علی از ولایت و خلافت خودش که به دستور خدا و به واسطه رسول خدا به او داده شده بود دفاع نکرد و نجنگید؟ همه پیامبران خلیفه خدا هستند. خلیفه خدا یعنی جانشین خدا. اما جانشین خدا معنی نمی دهد کسی نمی تواند جای خدا را پر کند، بلکه منظور این است فرستاده، نماینده و مأموری از طرف خداست تا انسانها را به فرمان خدا هدایت کند. حالا از کجا بدانیم همه پیامبران خلیفه خدا هستند؟ می رویم سراغ قرآن کریم. و این قال ربک للملائکة اینی جاعل فی الارض خلیفه. به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشینی، نماینده ای قرار خواهم داد. سوره بقره آیه 30. یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض. ای داوود، همانا من شما را جانشین خود در زمین قرار دادم. سوره صاد آیه 26. پس پیامبران خلیفت الله هستند. آیا کسانی هستند که پیامبر نباشند ولی خلیفت الله باشند؟ جوابش بله است. اما اینها چه کسانی هستند؟ بریم سراغ کتاب صحیح مسلم، یکی از کتاب‌های مهم اهل سنت. مسلم نیشابوری در شماره حدیث 1821 چنین آورده است: از رسول اکرم نقل شده است خلفای بعد از من 12 نفر هستند که اسلام در زمان آنها عزیز است. از کجا بدانیم این 12 خلیفه همه خلیفت الله هستند؟ اگر اثبات کنیم که 2 نفر از اینها خلیفت الله هستند، در اصل ثابت کردیم که همه 12 خلیفه خلیفت الله هستند. یکی از این 2 نفر حضرت علی و دیگری حضرت مهدی است. اما بریم سراغ سوره نجم آیه 3 و 4. خداوند می‌فرماید: و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحی. پیامبر شما سخن نمیگوید از روی هوس، نیست گفتارش مگر وحیی که به او وحی می شود. یعنی هرچه پیامبر به شما میگوید از طرف خدا نازل شده. کتاب سلسله احادیث صحیحه، نویسنده عالم بزرگ اهل سنت محمد ناصرالدین البانی، در شماره حدیث 2223 چنین می آورد: ما تريدون من علی ان علیا منی و انا منه و هو ولی کل مؤمن بعدی. یعنی یکی از صحابه آمد و شکایت کرد از حضرت علی. پیامبر عصبانی شد و اومد چنین فرمود: ما تريدون من علی، چه میخواهید از علی؟ ان علیا منی، همانا علی از من است، و انا منه، و من از او هستم، و هو ولی کل مؤمن بعدی، و علی ولی تمام مؤمنین بعد از من هست.
کتاب بعدی هم از عالم اهل سنت جناب البانی است. در کتاب الجامع صغیرة زیاده صفحه 482 چنین می آورد: طبرانی در المعجم الکبیر از پیامبر نقل کرد: اینی تارکون فیکم خلیفتین، کتاب الله حبل ممدود ما بین السما والارض و عترة اهل بیتی و انهما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. سند صحیح. می نویسد طبرانی در المعجم الکبیر از پیامبر اکرم نقل می کند: من 2 خلیفه، 2 جانشین میان شما میگذارم، یکی کتاب خدا که میان زمین و آسمان آویخته است و دومی اهل بیتم. این 2 از یکدیگر جدا نمیشوند تا بر حوض کوثر بر من وارد شوند. سند صحیح. کتاب بعدی هم از ابن ابی عاصم عالم بزرگ اهل سنت است. نام کتاب از سنه صفحه 565 آورده است رسول اکرم به حضرت علی فرمود: یا علی، انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیا و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. یعنی ای علی، تو جایگاهت نسبت به من مانند جایگاه حضرت هارون به حضرت موسی است، فقط تو پیامبر نیستی و تو خلیفه من هستی در میان کل مؤمنان بعد از من. سند حسن هست، یعنی معتبر. پس ثابت شد طبق احادیث گفته شده بعد از وفات پیامبر اکرم حضرت علی خلیفه و جانشین رسول خداست. حالا از کجا بفهمیم این کلمه خلیفه یعنی خلیفت الله؟ میدانیم که برخی انسانها مثل حضرت علی میتوانند جانشین رسول خدا شوند، ولی هیچ کس در جهان نمیتواند جانشین و خلیفه خدا شود. هیچ انسان و فرشته ای نمیتواند جای خدا بنشیند و جای خدا را پر کند و بشود خلیفت الله. پس چرا در قرآن خدا فرموده حضرت داوود و حضرت آدم خلیفت الله هستند؟ چون منظور خدا از خلیفت الله این است که حضرت داوود از طرف الله نماینده و مأمور است، نه از طرف پیامبر و کسی دیگر. پس حضرت علی که توسط پیامبر اکرم خلیفه معرفی شد در اصل خلیفت الله است. خلیفت الله یعنی منتخب خدا. قرآن کریم در سوره نجم آیه 3 و 4 فرمود: پیامبر از هوای نفس خود سخن نمیگوید، بلکه هرچه میگوید وحی است از طرف خدا. پیامبر اکرم هم بارها فرمودند علی بعد از من خلیفه شماست. پس حضرت علی ثابت شد که خلیفت الله است. حالا برویم اثبات کنیم حضرت مهدی هم خلیفت الله است. حالا در اینجا اول ثابت می کنیم که برخی از علمای اهل سنت اعتراف کردند که حضرت مهدی به دنیا آمده است. آقای ابن حجر مکی در کتاب صواعق المحرقه جلد 2 صفحه 601 چنین آورده است: امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی غیر از ابوالقاسم محمد حجت نداشته است که عمر آن حضرت در زمان وفات پدرش 5 سال بوده است، ولی خداوند به او حکمت آموخت و قائم منتظر نامیده شد. عالم بعدی اهل سنت آقای خنجی اصفهانی است، یکی از علمای متعصبین اهل تسنن. وی در کتاب وسیلة الخادم الی المخدوم صفحه 278 چنین می آورد: و مختار ما آن است که وجود مهدی در آخر الزمان واجب است که بر آن حکم کنند بنابر احادیث صحیحه
که یاد کردیم و واجب است که حکم کنند که از اولاد فاطمه علیهم السلام است و نام او محمد است. اکنون این صفات تمامی در محمد ابن الحسن عسکری جمع است. طایفه عظیم از مؤمنان بر آن رفته‌اند که او محمد ابن الحسن عسکری است. آثار و حکایات و اخبار بسیار را روایت می کند تا به غایتی که به حد استفاضه و تواتر رسیده است و حکم کردند بدان که مهدی موعود محمد ابن الحسن است. با هیچ قاعده ای از قواعد اسلام منافات ندارد و در هیچ حکم از احکام شرعی قدحی و خلعی پیدا نمی کند، بلکه اولا آن است که او باشد، زیرا که عدد 12 امام که در حدیث بدان اشارت واقع شده به وجود محمد ابن الحسن تمام می شود و آن مهدی موعود که در حدیث بدان واقع شده که در آخر الزمان ظهور خواهد کرد و عالم از عدل مالامال خواهد ساخت، اگر محمد ابن الحسن باشد نسب او از همه شریفتر باشد و نظم 12 امام به وجود مهدی موعود مکمل شده باشد و اثر امامت و خلافت هم در این مسلک کمال یافته باشد و عالم از عدل او تازه گردد و فایده آن حضرت پیغمبر صلوات الله علیه تا 12 امام را همچون 12 نقیب بنی اسرائیل خواهد بر آن تقدیر ظاهر شود. عالم بعدی آقای ابوالفرج ابن جوزی است، عالم مشهور اهل سنت. در کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم جلد 18 صفحه 130 چنین آورده است: یحیی بن سلامه در مدح اهل بیت می سراید دومین حسن یعنی حسن العسکری و دنبال آن محمد ابن الحسن یعنی حضرت مهدی که او اکنون در بین ما نیست، آنان امامان و سروران من هستند، هرچند عده‌ای مرا ملامت کنند و شخصیت مرا تضعیف کنند. شمس الدین ذهبی عالم بزرگ اهل سنت در کتاب العبر فی خبر من قبر جلد 1 صفحه 381 چنین آورده: در سال 256 محمد ابن الحسن عسکری که رافضی ها او را با القابی همچون خلف الحجه، مهدی، منتظر و صاحب زمان یاد می کنند به دنیا آمد. او آخرین امام از ائمه 12 گانه است. باز ذهبی در کتاب تاریخ اسلام در شرح حال امام حسن عسکری علیه السلام می نویسد: امام حسن عسکری یکی از ائمه شیعه است که آنها اعتقاد به عصمت آنان دارند. او پدر همان شخصی است که رافضی ها منتظر او هستند، اما فرزندش محمد ابن الحسن یعنی حضرت مهدی که رافضی ها او را قائم و خلف الحجه مینامند، در سال 258 و یا 256 به دنیا آمد و 2 سال بعد از پدرش زندگی کرد و سپس معدوم شد و مشخص نشد که چگونه مرد. جلد 19 صفحه 113. اینجا آقای ذهبی اشاره به تولدش کرد. این که فوت شد را ما نظر ایشان میدانیم. ابن حجر عسقلانی در کتاب لسان المیزان در شرح حال جعفر ابن علی برادر امام حسن عسکری چنین می نویسد: جعفر ابن علی ابن محمد برادر حسن است که به او عسکری گفته می شود. حسن عسکری امام 11 از ائمه 12 گانه مذهب امامیه است که پدر محمد صاحب سرداب بوده است، یعنی پدر حضرت مهدی بوده است. لسان المیزان جلد 2 صفحه 460. ابن حجر هیثمی در کتاب صواعق المحرقه صفحه 207 چنین می نویسد: امام حسن عسکری فرزندی غیر از ابوالقاسم محمد الحجت نداشت که در هنگام وفات پدرش 5 ساله بود، اما خداوند به او در آن سن کم حکمت عطا کرد
و القابی چون قائم، منتظر و غیره به او داده شد. ابن اسیر جزری در کتاب الکامل فی التاریخ جلد 6 صفحه 249 تا 250 چنین آورده است: در سال 260 هجری قمری حسن ابن علی از دنیا رفت. او ابو محمد عسکری یکی از ائمه 12 قانه مذهب امامی است. او پدر محمد یعنی مهدی است که شیعیان منتظر او از سرداب سامرا هستند. عالم دیگر اهل سنت به نام سبط ابن جوزی حنفی در کتاب تذکرة الخواص فصلی را به امام زمان علیه السلام اختصاص داده. می نویسد: محمد ابن الحسن ابن علی کنیه‌اش ابو عبدالله و ابوالقاسم است. او همان خلف حجت است، صاحب از زمان، قائم، منتظر و آخرین نفر از ائمه است. برخی گفتند که او 2 اسم داشته، یکی محمد و دیگری ابوالقاسم. گفتند که مادرش کنیز بوده که به او صیقل می گفتند. کتاب تذکرة الخواص صفحه 363 و 364. جناب علی ابن الحسین مسعودی یکی از بزرگان شافعی مذهب در کتاب مروج الذهب تصریح به ولادت حضرت مهدی کرده است. او می نویسد: در سال 260 هجری قمری ابو محمد حسن ابن علی در زمان خلافت معتمد و در 29 سالگی از دنیا رفت. او پدر مهدی منتظر است که امام 12 از دیدگاه مذهب 12 امامی به شمار می رود. کتاب مروج الذهب جلد 4 صفحه 160. عالم دیگر اهل سنت جناب عمادالدین ابوالفدا نویسنده کتاب تاریخ مشهور المختصر فی اخبار البشر در شرح حال امام حسن عسکری چنین می نویسد: ولادت امام حسن عسکری در سال 230 و وفات آن حضرت در سال 260 هجری در شهر سامرا بوده و در کنار پدرش دفن شده است. امام عسکری پدر محمد منتظر و صاحب سرداب است. محمد منتظر امام 12 بنابر اعتقاد شیعیان است که به او قائم، مهدی و حجت میگویند. او در سال 255 به دنیا آمده است. کتاب المختصر فی اخبار البشر جلد 2 صفحه 45. جناب فخرالدین رازی مفسر نامدار اهل سنت در کتاب الشجرة المبارکه درباره امام حسن عسکری چنین می نویسد: امام حسن عسکری 2 پسر و 2 دختر داشت، اما 2 پسر او یکی صاحب از زمان است و دیگری موسی که در زمان حیات پدرش از دنیا رفت، اما دخترانش یکی فاطمه و دیگری ام موسی بود که هر دو در زمان حیات پدرشان از دنیا رفتند. در کتاب الشجرة المبارکه صفحه 78 و 79. جناب صلاح الدین اصفدی یکی دیگر از بزرگان اهل سنت است که به ولادت حضرت مهدی تصریح کرده است. او می نویسد: حجت منتظر محمد ابن الحسن عسکری 12مین امام مذهب 12 امامی است. او در نیمه شعبان سال 255 به دنیا آمده است. کتاب الوافی بالوفیات جلد 2 صفحه 249. جناب خیرالدین زرکلی یکی دیگر از دانشمندان معاصر وهابی تصریح به ولادت حضرت مهدی کرده. او می نویسد: محمد فرزند حسن عسکری آخرین امام از ائمه 12 قانه در نزد شیعه است. او از دیدگاه شیعیان به مهدی صاحب الزمان، منتظر، حجت و صاحب سرداب مشهور است. او در سامرا به دنیا آمد و در هنگام وفات پدرش 5 سال داشته است. کتاب الاعلام قاموس جلد 6 صفحه 80. یکی دیگر از علمای بزرگ اهل سنت
ابو محمد الیافعی چنین می نویسد: در 260 هجری حسن ابن العسکری از دنیا رفت. او یکی از ائمه 12 گانه بنابر اعتقاد مذهب امامیه است. او پدر منتظر صاحب سرداب است. کتاب مرآت الجنان و عبرت الیقظان جلد 2 صفحه 81. جناب احمد ابن یوسف القرمانی، دانشمندی که در دربار 4 تن از سلاطین عثمان خدمت کرده و در تمام جنگ‌های آنان علیه ایران و عراق و غیره شرکت داشته، در کتابش می نویسد: شرح حال ابوالقاسم محمد الحجة الخلف الصالح، عمر او در هنگام وفات پدرش 5 سال بوده است. خداوند در کودکی به او حکمت آموخت، همان طوری که به حضرت یحیی در کودکی عطا کرد. آن حضرت قامت 4 شانه، صورت و موی زیبا، بینی کشیده، پیشانی نورانی دارد. علما اتفاق دارند که مهدی همان کسی است که در آخر زمان قیام می کند. کتاب اخبار الدول و آثار الاول جلد 1 صفحه 353 و 354. فخر رازی، عالم و مفسر بزرگ اهل سنت، پیرامون معصوم بودن و صاحب الزمان بودن امام عصر می نویسد: عده‌ای از شیعیان 12 امامی ایشان را امام معصوم می دانند و گاهی نیز به او صاحب الزمان گفته و می گویند که غائب است. شیعیان در این 2 وصف اخیر، یعنی معصوم بودن و صاحب الزمان بودن حضرت مهدی، راست گفتند، چرا که او از نواقصی که در دیگران وجود دارد مبرا و معصوم است و همچنین صاحب الزمان می باشد. کتاب المطالب العالیه تألیف فخر رازی جلد 8 صفحه 106. جلال الدین سیوطی از علمای بزرگ اهل تسنن می نویسد: و احادیث از رسول خدا در مورد خروج مهدی از نسل حضرت فاطمه زهرا که انتظارش کشیده می شود به درجه تواتر رسیده است. کتاب الالف الوردی به اخبار المهدی تألیف سیوطی صفحه 3. و اما رسیدیم به اصل مطلب، یعنی مهدی خلیفت الله است، خلیفه خداست. ذهبی عالم مشهور اهل سنت می نویسد: عبدالله ابن عمر نقل می کند که پیامبر فرمودند مهدی خروج می کند و بر سرش عمامه است و منادی ندا می دهد این مهدی خلیفت الله است و از او تبعیت کنید. کتاب میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 433. در کتاب البحر الزخار معروف به مسند بزار چنین آمده است: فاذا رأیتموه فبایعوا ولو حبوا علی الثلج فانه خلیفة الله المهدی. میگوید وقتی حضرت مهدی را دیدید با او بیعت کنید، حتی اگر روی برفها راه بروید که او خلیفت الله مهدی هست. شماره حدیث 4165. آقای حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک در شماره حدیث 140/8432 چنین می نویسد: اذا رأیتموه فبایعوا ولو حوا علی الثلج فانه خلیفة الله المهدی. یعنی وقتی مهدی را دیدید با او بیعت کنید، حتی اگر روی برف راه بروید که او خلیفة الله مهدی است. نوشته هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، یعنی این حدیث صحیح است بر شرط بخاری مسلم. و آقای ذهبی هم در تخلیصش آورده که شرط بخاری و مسلم داره. پس ثابت شد حضرت مهدی هم خلیفت الله است. اینجا از صحیح مسلم نقل کردیم
که پیامبر فرمودند بعد از من 12 خلیفه می آید که اسلام عزیز است در زمان آنها. با توجه به اسنادی که نشان دادیم، شیعه و سنی هر دو قبول دارند که حضرت علی خلیفه رسول اکرم بود، پس حضرت علی جز 12 خلیفه است. حالا برویم ببینیم آیا حضرت مهدی هم جز این 12 خلیفه هست یا نه؟ جناب ابن کثیر دمشقی بحث عبدالله ابن مسعود را نقل می کند که بیان می کرد از پیامبر پرسیدم این امت چند خلیفه دارد و چند نفر هستند؟ حضرت رسول فرمودند 12 نفر به تعداد نقباء بنی اسرائیل هستند. ایشان در خصوص این 12 نفر می نویسد آنها همگی صالح هستند و اقامه حق و اقامه عدل می کنند. سپس ابن کثیر می نویسد یکی از خلفای 12 قانع حضرت مهدی است که در روایات رسول اکرم بشارت آنها را داده است. کتاب تفسیر القرآن العظیم جلد 2 صفحه 33. آقای هیثمی از قول زین الدین عراقی یکی از بزرگان علمی اهل سنت نقل می کند آخرین خلفای اثنا عشر حضرت مهدی است، زیرا سلطنتش تمامی کره زمین را فرا می گیرد. کتاب مبلغ العرب فی فخر العرب جلد 1 صفحه 38. علمای اهل سنت بسیار سعی کردند این 12 خلیفه را معرفی کنند. ایشان عبدالله ابن زبیر و عمر ابن عبدالعزیز را می شمارد و تا اینجا تعدادشان به 9 تن می رسد. از خلفای عباسی هم می توان مهتدی را نام برد که همانند عمر ابن عبدالعزیز در میان خلفای بنی امیه است. همینطور طاهر که در عدالت می توان او را نام برد و 2 نفری که مردم منتظر آنها هستند. باقی میماند که یکی از آن حضرات حضرت مهدی است که از خاندان حضرت محمد است. کتاب تاریخ الخلفاء جلد 1 صفحه 12. پس اثبات شد که حضرت مهدی هم جزء 12 خلیفه است و همینطور آخرین خلیفه است، یعنی 12مین خلیفه. آیا ابوبکر و عمر و عثمان هم جزء 12 خلیفه هستند؟ جواب منفی است، چون در کتب سنی و شیعه از پیامبر اکرم هیچ روایتی وجود ندارد که آنها بعد از پیامبر خلیفه هستند. سوال: آیا 3 خلیفه اهل سنت خلیفت الله هستند؟ باز جواب منفی است. وقتی این 3 خلیفه جزء 12 خلیفه نیستند، یعنی نمیتوانند لقب خلیفت الله را داشته باشند. ما اعتراف آقای ابوبکر را داریم که گفته من خلیفت الله نیستم. در کتاب غریب الحدیث نوشته‌اند یک اعرابی آمد نزد ابوبکر و از او پرسید انت خلیفت رسول الله؟ آیا تو خلیفه رسول الله هستی؟ ابوبکر گفت قال لا، نه من نیستم. قال فما انت؟ پرسید پس تو کیستی؟ گفت قال انا خالفت بعده، یعنی من یک خلیفه خودخوانده هستم، نه جانشین رسول خدا. جلد 1 صفحه 293. باز در کتاب احکام القرآن ابن عربی چنین آمده است که آن اعرابی از ابوبکر پرسید شما خلیفه رسول الله هستید؟ ایشون گفت نه، من خالفه بعد پیامبر هستم. و نویسنده در زیر توضیح داده که منظور از خالفه یعنی که جاش نشستم. در کتاب از سنه خلال
خبر 334 چنین آمده است که مرد اعرابی به ابوبکر گفت یا خلیفة الله، یعنی ای خلیفه خدا. ابوبکر گفت قال لست بخلیفة الله، گفت من خلیفه خدا نیستم، ولکن خلیفة رسول الله، من خلیفه پیامبر هستم، که در پایین می نویسد اسناد هذا الحدیث صحیح. جناب مقدسی شافعی در کتاب عقد الدر به نقل از ابن سیرین چنین می نویسد به ابن سیرین گفته شد حضرت مهدی برتر است یا ابوبکر و عمر؟ گفت مهدی برتر از آن دو است، بلکه وی معادل یک پیامبر است. کتاب عقد الدر فی الاخبار المنتظر و هو المهدی صفحه 222. پس اثبات شد ابوبکر و به طریق اولا عمر و عثمان هم خلیفة الله نیستند. حالا یک مرور کوتاه می‌کنیم. برای یک شیعه مسلمان خدا اول، آخر و وسط است، یعنی خداوند همه چیز است. خداوند در قرآن نزدیک به 20 بار فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطیعوا الله یعنی قرآن کریم، اطیعوا الرسول یعنی احادیث و سنت پیامبر. پس اول میریم سراغ اطیعوا الله یعنی قرآن کریم. قرآن کریم هم بارها گفتیم در سوره نجم آیه 3 و 4 فرمودند پیامبر از هوای نفس خود سخن نمیگوید، بلکه هرچی میگوید وحی است از طرف خدا. و جای دیگر میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی آنچه را که داد به شما این پیامبر پس بگیرید آن را. حالا می رویم سراغ اطیعوا الرسول یعنی احادیث پیامبر که اینجا آوردیم. پیامبر گفت ای علی تو بعد از من ولی کل مؤمن هستی، بعد از من. باز علمای اهل سنت آوردن که پیامبر فرمود من 2 خلیفه میان شما میگذارم، یکی کتاب خدا که میان زمین و آسمان آویخته است و دومی اهل بیتم، این 2 از یکدیگر جدا نمیشوند تا بر حوض کوثر بر من وارد شوند. باز عالم دیگر اهل سنت به نام ابن ابی عاصم گفت پیامبر فرمودند و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، ای علی تو خلیفه من هستی در میان مؤمنان بعد از من. نتیجه خداوند 20 بار فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطیعوا الله که قرآن بود، قرآن هم گفت پیامبر هرچی میگوید گوش کنید، این احادیث از طرف من خداست. حالا احادیث پیامبر چی هست که در اصل سخن خداست که فرمود پس بعد از پیامبر حضرت علی خلیفه است و علی خلیفة الله است. سوال به چه دلیل بعد از پیامبر علی خلیفه است و علی خلیفة الله است؟ به این دلیل که اینها را پیامبر در احادیث گفته. چرا باید از پیامبر بپذیریم؟ چون در قرآن گفته از پیامبر بپذیرید اطیعوا الرسول. پس اطیعوا الرسول دقیقاً فرمان خداست. پس این که اهل سنت مدام از شیعه میپرسند که از کجا میآورید که خداوند علی را خلیفه قرار داده و امامت نسب الهی است، به همین دلیل که گفته شد امر خداست، اطیعوا الرسول مال خداست. باز برای چندمین بار یادآوری می کنم که ریشه اطیعوا الرسول و سرچشمه اطیعوا الرسول خود خداست. خدا فرموده هرچه پیامبر میگوید من به او وحی کردم. قبلا هم گفتیم که حضرت مهدی هم خلیفة الله است. ذهبی در کتاب میزان الاعتدال می نویسد عبدالله ابن عمر نقل می کرد که پیامبر فرمود مهدی خروج می کند و بر سرش عمامه است و منادی ندا می دهد این مهدی خلیفه خداست و از او تبعیت کنید. و همینطور آقای حاکم نیشابوری
در کتاب المستدرک می نویسد مهدی خلیفت الله است و می نویسد هذا حدیث صحیح و همینطور آقای ذهبی در تخلیص آن را تصحیح می کند. اما قبلا هم سند آوردیم که ابوبکر گفت من خلیفت الله نیستم، یعنی خدا منو انتخاب نکرده است. حتی گفت من خلیفه رسول خدا هم نیستم، یعنی یک جور خلیفه خودخوانده، یعنی کسی که جای پیامبر نشسته. سندش در کتاب السنه الخلال موجود است و همینطور در کتاب غریب الحدیث اهل سنت وجود دارد. خدا فرمود از پیامبر اطاعت کنید. پیامبر هم فرمود علی اولین خلیفت الله است و مهدی 12مین خلیفت الله است. در نتیجه 10 خلیفه بین اول تا 12 هم خلیفت الله محسوب می شوند. جالبتر این که این 12 خلیفه فقط در مذهب شیعه 12 امامی معنا پیدا می کند، نه در مذاهب دیگر. یادآوری می شود که صحیح مسلم در حدیث 1821 از پیامبر نقل کرد خلفای بعد از من 12 نفر هستند نه بیشتر، که اسلام در زمان آنها عزیز است. حالا که این 12 امام از طرف خدا به عنوان خلیفه رسول خدا انتخاب شده اند، چرا قیام نکردند تا حق خود را پس بگیرند؟ خداوند حضرت نوح را بر قومش مبعوث گردانید. در مدت 950 سال فقط 9 نفر ایمان آوردند. حالا چون اندکی ایمان آوردند پس خدا شکست خورد و حضرت نوح رسالتش را درست انجام نداد؟ اصلا و ابدا، بلکه مردمی که ایمان نیاوردند و کافر شدند آنها شکست خوردند، نه خدا نه رسولش. حضرت نوح هم مثل حضرت داوود و حضرت آدم خلیفت الله بود، یعنی همه انبیا خلیفت الله هستند، یعنی خدا آنها را به عنوان نماینده خود برای هدایت مردم فرستاده است. حالا که حضرت نوح مثل حضرت علی خلیفت الله است، چرا شمشیر نکشید تا همه مردم خلیفت اللهی او را بپذیرند؟ حضرت علی هم به همین جهت شمشیر نکشید تا خلیفت الله او را بپذیرند. حضرت فاطمه سلام الله فرمودند امام و خلیفت الله مثل کعبه است، مردم باید دور کعبه بچرخند نه کعبه دور مردم. سوال: حضرت نوح پیامبر بود ولی حضرت علی پیامبر نیست. جواب: بگذارید نگاه دقیق تری به معنی خلیفت الله بیندازیم. خلیفت الله یعنی جانشین خدا. خب این معنی غلط است. کسی میتواند جانشین خدا باشد و جای خدا را پر کند که خودش هم مانند خدا باشد و توانایی های خدا را داشته باشد. پس چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست و معنی خلیفت الله جانشین خدا بودن نمیتواند باشد. ولی در قرآن داریم حضرت آدم و حضرت داوود خلیفت الله هستند و پیامبر هم فرمودند حضرت مهدی خلیفت الله هستند. پس معنی واقعی خلیفت الله چیست؟ اگر دقت کنیم 2 حقیقت در خلیفت الله میبینیم. اول این که خلیفت الله را فقط خدا انتخاب می کند. دوم این که خلیفت الله نماینده خداست در بین مردم جهت هدایت مردم. متذکر می شوم در قرآن جاهای مختلف از کلمه خلفا استفاده شده که معنی مثبتی شاید نداشته باشد. مثلا خدا فرموده قومی را جانشین قوم دیگر کرده ام.
اینجا ثابت نمی شود قوم دوم که خلیفه و جانشین قوم اولی شده است حتما آدمهای خوبی بودند. پس ما خلیفه خاص داریم و خلیفه عام و انبیا و خلفای 12 گانه از نوع خاص و مثبت هستند، چون کارشان هدایتگری مردم به امر خداست. 124,000 خلیفت الله داشتیم که برخی به مقام امام رسیدن، مثل حضرت ابراهیم. امام یعنی کسی که به مقام ولایت رسیده، یعنی ولی مؤمنین شده است. ولی یعنی صاحب اختیار مردم، یعنی اولا است نسبت به خود مردم. یعنی اگر در مورد چیزی مردم یک نظر داشتند و امام نظر دیگری، نظر امام اولا است نسبت به نظر مردم. یعنی نظر امام و یا ولی اولویت دارد بر نظر دیگران. خداوند در سوره احزاب آیه 6 می‌فرماید: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، یعنی پیامبر اولاتر است نسبت به خود مؤمنین. یعنی نظر پیامبر اولویت دارد به نظر تمام مسلمین. اولا به معنی ولی است. اما سند این حرف آقای طبرانی در کتاب معجم الکبیر جلد 5 صفحه 166 چنین آورده است: من کنت اولا به من نفسه فعلی ولیه، یعنی هر کس که من به او اولویت دارم و ولی او هستم، علی هم ولی اوست. پس در حدیث قدیر هم مولا همان معنی ولی و سرپرستی را میدهد، نه معنی دوست و یاور. رسول خدا فرمودند: من کنت مولا فهذا علی مولا. ابن ماجه قزوینی در سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 43 از براء ابن عازم نقل کردند که فرمود: الست اولا بالمؤمنین من انفسهم فهذا ولی من انا مولا. اولا یعنی ولی، ولی یعنی مولا. پس تا اینجا ثابت شد اولا یعنی مولا یعنی ولی، که هر سه به معنی سرپرستی و اولویت هستند که ریشه قرآنی هم دارند. اما در زمان رسول خدا ولی به معنی خلیفه هم استفاده می شده است. چنانچه عمر ابن خطاب می گوید بعد از وفات پیامبر ابوبکر ولی رسول الله شد، یعنی خلیفه رسول الله شد. اما سند این حرف در کتاب صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1378 و 1757 عمر ابن خطاب میگوید: پس از وفات رسول خدا ابوبکر گفت: من جانشین رسول خدا هستم، یعنی انا ولی و رسول الله. شما 2 نفر عباس و علی آمدید و تو ای عباس میراث برادرزادت را درخواست کردی و تو ای علی میراث فاطمه دختر پیامبر را درخواست کردی. ابوبکر گفت: رسول خدا فرموده است ما چیزی به ارث نمیگذاریم، آنچه میماند صدقه است، و شما ابوبکر را دروغگو، گناهکار، حیله‌گر و خیانتکار معرفی کردید، و حال آنکه خدا میداند که ابوبکر راستگو، دیندار و پیرو حق بود. پس از مرگ ابوبکر من جانشین پیامبر و ابوبکر شدم، ولی رسول الله شدم، و باز شما 2 نفر مرا خائن، دروغگو، حیله‌گر و گناهکار خواندید. عجب است، گویا وقتی برای حضرت علی کلمه ولی به کار می رود به معنی دوست و یاور می باشد، ولی وقتی برای عمر و ابوبکر استفاده می شود به نام جانشین و خلیفه استفاده می شود. ما تا اینجا به 3 سوال اساسی جواب دادیم. 1. آیا خلافت حضرت علی به دستور خدا و به واسطه رسول خدا به مردم ابلاغ شد؟
این هم سندش و علی ولی کل مؤمنان بعد از من هست. سند دیگر از طبرانی در کتاب معجم الکبیر که پیامبر فرمود من 2 خلیفه در میان شما میگذارم، یکی کتاب خدا، دیگری اهل بیتم. سند بعدی را ابن ابی عاصم آورده، پیامبر فرمود و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، علی تو خلیفه من هستی در میان کل مؤمنان بعد از من. سوال دوم، آیا ولایت حضرت علی بر مردم از طرف رسول خدا و به دستور خدا ابلاغ شد؟ جواب، خداوند در سوره احزاب آیه 6 می‌فرماید النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، یعنی پیامبر اولاتر نسبت به خود مؤمنین هستند، یعنی نظر پیامبر اولویت دارد به نظر دیگران. اولا به معنی ولی است در این آیه. طبرانی از زید بن ارقم نقل می کند که رسول خدا در غدیر خم دست علی را بالا برد و فرمود من کنت اولا به من نفسه فعلی ولیه. المعجم الکبیر جلد 5 صفحه 166، یعنی هر کس که من به او اولویت دارم و ولی او هستم، علی هم ولی اوست. پس در حدیث غدیر خم هم مولا همان معنی ولی و سرپرستی را میدهد، نه معنی دوست و یاور. رسول خدا فرمودند من کنت مولا فهذا علی مولا. ابن ماجه هم در سنن ابن ماجه آورده است الست اولا بالمؤمنین من انفسهم فهذا ولی من انا مولا. اولا اینجا یعنی ولی، ولی هم یعنی مولا. سوال سوم، چرا حضرت علی از ولایت و خلافت خودش که به دستور خدا و به واسطه رسول خدا به او داده شده بود دفاع نکرد و نجنگید؟ قبلا هم گفتیم در مدت 950 سال نبوت حضرت نوح فقط 9 نفر به ایشان ایمان آوردند. حضرت نوح هم مثل حضرت داوود و حضرت آدم خلیفت الله بود، یعنی همه انبیا خلیفت الله هستند، یعنی خدا آنها را به عنوان نماینده خود برای هدایت مردم فرستاده است. حالا که حضرت نوح مثل حضرت علی خلیفت الله است، چرا شمشیر نکشید تا همه مردم خلیفت الله او را بپذیرند؟ حضرت علی هم به همین جهت شمشیر نکشید تا خلیفت اللهی او را بپذیرند. حضرت فاطمه هم فرمود امام و خلیفت الله مثل کعبه است، مردم باید دور کعبه بچرخند، نه کعبه دور مردم. حالا چون اندکی ایمان آوردن به حضرت نوح، پس خدا شکست خورد، حضرت نوح در رسالتش شکست خورد اصلا و ابدا، بلکه مردمی که ایمان نیاوردن و کافر شدن آنها شکست خوردن، نه خدا و حضرت نوح. خداوند به پیامبر فرمان داد به عنوان اطیع الرسول، پیامبر هم اطاعت امر کرد و خطبه عظیمی را در غدیر خم در میان انبوه مردم ایراد فرمودند ای مردم، آیا من به شما از خودتان اولا هستم؟ همه گفتند آری. دوباره پرسید، باز مردم گفتند آری. فرمود حالا که اولا هستم، بر هر کس مولا هستم، این علی هم مولای اوست. پس ولایت علی را بر مردم ابلاغ کرد. و در جای دیگر پیامبر اکرم فرمودند 2 خلیفه میان شما میگذارم، یکی قرآن است و دیگری اهل بیتم، این 2 از هم جدا نمی شوند تا بر حوض کوثر بر من وارد شوند. و در جای دیگر فرمودند ای علی، منزلت و جایگاه تو نسبت به من مانند جایگاه هارون است به موسی، جز این که بعد از من پیامبری نیست
و تو خلیفه من هستی بعد از من. در این دو حدیث فوق هم خلیفت اللهی علی را به مردم ابلاغ کرد. خدا به رسول اکرم دستور می‌فرماید ولایت و خلافت علی را ابلاغ کن. رسول اکرم هم اطاعت می کند و ابلاغ می کند هر دو را. بعد از وفات پیامبر اسلام حضرت علی منتظر بود مردم بیایند و با او بیعت کنند. منتها اندکی به حرف خدا و رسول خدا گوش کردند و ولایت و خلیفت اللهی حضرت علی را پذیرفتند. اما به دلایلی که انشاءالله در کلیپ‌های بعدی اشاره خواهم کرد، ابوبکر همراه عمر بر مردم مسلط شدند، آن هم به عنوان امیر نه خلیفه، بلکه لفظ خلیفه اولین بار از زبان اسامه ابن زید به ابوبکر گفته شد. یک طرف حضرت علی ولی و خلیفت الله منتخب خدا با یاران اندکش، طرف دیگر امیر منتخب چند نفر در سقیفه بنی ساعده مسلط بر اکثریت صحابه که به قول رسول اکرم و علمای اهل سنت که آن صحابه بغض علی را داشتند و به خاطر فضائل زیاد علی به وی حسادت می کردند. چرا حضرت علی قیام نکرد تا حقش را بگیرد؟ جواب: چون مقامی که خدا به کسی بدهد احدی نمیتواند از او بگیرد، پس همیشه حضرت علی در نزد خدا و پیامبر و فرشتگان و اندک یارانش هم حق ولایت داشته و هم حق خلافت. کسانی که امیری کس دیگری را پذیرفتند به هیچ وجه امیری آن شخص از نظر خدا و پیامبر و دینش مشروع نبوده. اما حضرت علی ولایتش از طرف خداست، خلافتش هم از طرف خداست. حضرت علی الان هم بیش از 400 میلیون نفر شیعه و پیرو دارند که هم ولایت الهیش را پذیرفتند و هم خلیفت اللهیش را که روز به روز هم اضافه می شوند. پس خدا و رسولش شکست نخوردند در معرفی علی به عنوان ولی و خلیفه، بلکه کسانی که نپذیرفتند ضرر کردند. جواب دوم: مگر حضرت نوح و هود و لوط و صالح و انبیا و رسولان دیگر خدا با قوم خودشان جنگیدند تا نبوت الهی او را بپذیرند؟ مردم وقتی نبوت، ولایت و خلافت کسی را که خدا انتخابش کرده نپذیرند، خودشان ضرر می کنند، نه خدا و پیامبر و امام. جواب سوم: حتی اگر حضرت علی هم میخواستن شمشیر بکشن و بجنگن، امکان نداشت با یاران اندکش بتواند اکثریت مردم را شکست بدهد و خود و خانواده و یارانش همه کشته می شدند. لذا حضرت رسول اکرم به حضرت علی در این مواقع دستور سکوت دادند تا جان علی و اساس اسلام به خطر نیفتد به خاطر فتنه های داخلی. اساره این کلیپ: ما به فرمان خدا شیعه شدیم. به فرمان خدا شیعه شدیم. به فرمان خدا شیعه شدیم.